الرحمن الرحیم. ملت عزیز ایران، سردار بزرگ و پر افتخار اسلام آسمانی شد. دیشب ارواح طیبه شهیدان روح مطهر قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند. سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سالها آرزوی شهادت در راه خدا سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام والا رسانید و خون پاک او به دست شقی‌ترین آحاد بشر بر زمین ریخت. این شهادت بزرگ را به پیشگاه حضرت بقیت الله ارواحنا فدا و به روح مطهر خود او تبریک و به ملت ایران تسلیت عرض می کنم. او نمونه برجسته ای از تربیت شدگان اسلام و مکتب امام خمینی بود. او همه عمر خود را به جهاد در راه